چی میشم چادری دوشی تو میشم، چی میشم القایی گوشی تو میشم، چی میشم سرمایی تر میده سیده، دمو چشمای خاموشی تو میشم. زنده باشی، زنده باشی. ما میخواهیم که در افغانستان خدا یک صلح، یک امنیت، یک آرامی، یک زمامداری پیدا شود که غم همه ملت بخوره. یک زمامداری باشه که غم همه ملت بخوره. اینجا هر کس به میازرتی جیب کار میکنه. اگر خرد است، اگر کلان است، اگر مسئول است، اگر عسکر است، اگر افسر است، اگر محاسن سفید است، هر کس ارباب قراردار کل به جیب خود کار میکنه. به غم ملت اینجا در افغانستان قانونی نیست. بله. وضعیت مردم صاحب فقط امپیر در صفر است. امپیر در صفر است، هیچ امپیر بالا نمیره صاحب، همین صفر است. اقتصاد ضعیف است، بسیار وضعیت خراب است. ملت افغانستان، دولت افغانستان مملو از امکانات است، ولی دسترسی گرگاز، دسترسی همین گرگاز، هر کسی که همین دسترسی دو بالا کرد و برد صاحب. هر کس زور بود، حق از افغانستان حق از زورواله است. دیگه مردم غریب زیر پا به خاک یکسان است صاحب. بله، دیگه اینجا کدام حکومتی نیست یا کدام رعیتی نیست یا کدام زمامداری نیست که حق به حقدار بسپاره یا یک بررسی شود. این گپا نیست در افغانستان. سلام، وقت بخیر خدمت تمام شما دوستان نازنین در هر گوشه از دنیا که هستید. امید که جور صحتمند باشید. امروز همینجا دمی آقیل صد مرده ایم. اینجا همینجا کاکای علی جانزار زو میده قدی ایوب پیش از یا برم. سلام علیکم. ماندن شما خوب هستی؟ خوب هستی جان جورس؟ بخیر، سلامتی، صحت خوب است؟ تکرای بخیر هستی؟ جان جورس سلام والا خوش آمدید. دایی ملک صعبالوبور، دایی ملک سنگزار یخی برادر اینجا کجا بوده؟ کم پیدا معلوم میشه. بسیار خوش باش، سلامت باش. ما که هستیم می شاسالولا میگردم. خب باز دیدم که شما این جاودری دارید، گفتم بیاش تا پیش شما دور بخورم. ما خو یک مردم زراعت پیش هستیم دیگه. نه یک چند بوته اینگو ما انگوزه میگیم، این کاشتیم، ایره میگه یک آبیاری کنیم و امید خدا که یک روز از یک شیر، یک نفی، اگر افغانستان خو یک مردم عقب مانده است دیگه، یک چیزی اگر به دست بیاید دیگه. نه بسیار خوش آمدی، بسیار خوش آمدی. یگان دانه سرود کویی از ما بشنوی خوب است. نه سرود میگی؟ یعنی یگان سرود کویی دیگه، نه محلی. خود سحرگاه فیض رحمان است تو برخیز، همه عالم گلستان است تو برخیز.
همه دوست و رفیق در کوچ بارن، رای دورو بیابان است و برخیز، رای دورو بیابان است و برخیز. درخت ها گل کنم ما گل بچینم، دایمی دی دایدو گک تا کی بشینم. ایلایه ها دیدو گگ مورده بیایه، دوسه مولا قبرش کنده بیایه. آفرین آفرین زنده کن. چی میشم چادری داشی تو میشم، چی میشم القایی گاشی تو میشم، چی میشم سرمایی تر میده سیده، دم و چشمای خاموشی تو میشم. اینا انجینر صاحب هم صدای شما هم خود از زمین نمانه نه؟ زنده که باشی. زنده باشی، هم شما هم زنده، امروی دوستا زنده باشی، موفق باشی، هر دو زنده باشی، موفق باشی. بسیار خوش آمدی. والا انجینر صاحب خوش شدیم از پیش شما. خدایی ملک یخ آمدی، یه دول و درخت خود گمش کو یک دفعه. والا خیلی وقت شده بود ندیدیم شما رو. بسیار خوب، بسیار لطف کردی. کدام دنو پکایی یاد زنده باشی. والا پکایی خوب نمی پکایی های ما کنه شده صاحب، دای پسانی بیخی هوا یخ بود، دمی پکایی های ما خراب شده برای فعلا نم کشیده صاحب نیسته همینجا، روی دیست نیسته. زنده باشی، زنده باشی. ما میخواییم که در افغانستان خدا یک صلح، یک امنیت، یک آرامی، یک زمامداری پیدا شود که غم همه ملت بخوره. یک زمامداری باشه که غم همه ملت بخوره. اینجا هر کس به حضرت جیب کار میکنه. اگر خرد است، اگر کلان است، اگر مسئول است، اگر عسکر است، اگر افسر است، اگر محاسن سفید است، هر کس ارباب قرارداد کل به جیب خود کار میکنه. به غم ملت اینجا در افغانستان قانون نیست. بله. وضعیت مردم صاحب فقط امپیر در صفر است. امپیر در صفر است، هیچ امپیر بالا نمیره صاحب، همین صفر است. اقتصاد ضعیف است، بسیار وضعیت خراب است. ملت افغانستان، دولت افغانستان مملو از امکانات است، ولی دسترس گرگاست. دسترسی همی گرگاست، هر کسی که همی دسترسی دو بالا کد و برد صاحب. هر کس زور بود، حق از افغانستان حق از زور والا است. دیگه مردم غریب زیر پا به خاک یکسان است صاحب. بله دیگه اینجا کدام حکومتی نیست یا کدام رعیتی نیست یا کدام زمامدار نیست که حق به حقدار بسپاره یا یک بررسی شود. این گپا نیست در افغانستان. چطور اینجا وضعیت مکتب، وضعیت کلینیک از اینجا هستن؟ صاحب مکتب بسیار خوب مکتب داریم، یک خوب مکتب داریم. والا واقعا خوب مکتب ها داریم، درس نه. بدون درس. فقط همی برو برگرد است. معلم مثلا طلبه شاگرد هم اگه یک برو برگرد است میتون میره مکتب خیالی است صاحب اینجا. معلم نداره؟ معلم داره صاحب، درس نیست، روی پیسه است دیگه صاحب، نمی میچرخه دیگه، درس نیست صاحب. دغه ملت کس نیست، خدمت به ملت به جامعه نیست سر معلمی، نه درسی، نه امکانات، هیچ چیز نیست. مکتب خیالی است صاحب اینجا. خب این انگوزه از خود چقدر دیرم ششنده است که است؟ یه صاحب میره 3 سال شده، نیم سال 3 سال شده که انگوزه کاشتی میره، هنوزم از این 10 روپیه نگرفتیم. وضعیت هم بسیار خراب است. امیر آبیاری کنیم صاحب، ما شاید هم یک چیز خوبتر شود. امیر یک آبیاری کنیم صاحب، هم یک ذره شیر بیته، یک ذره امسال میزنیم میزنیم به امید خدا که هم بای بر میکنه نمیکنه، کس میخره نمیخره، همین دو گپایه دیگه. انگوزه زمینش بله از خودیم بود، خرابه بود، امیر انگوزه کاشتیم. اینه ایتری صحبتی انجینر صاحب، ملک بسیار کارش به زحمت است، درآمد کم است، اینجا کار نیست. همین یک چیز اگر اینجا قیمت بای برکنه، باز امور هم زورمنده یک کار میکنه که باید او پس در نفت مردم نشود. بله مردم سود نبرن، فقط حق از زورمنده است دیگه. بله
خیلی تشکر، موفق زنده باشی انجینر صاحب. انجینر صاحب بسیار خوش آمدید. تشکر از شما باشه. وقت رو گرفتی. از ما نه خب بسیار لطف کردی، از ما یک احوال گرفتی، یک سر زدی. اینه یک دو بیتی محلی هم برید گفتیم دیگه. بخیر بود. زنده باشی. این اینجا یک بچه هستی هم برادر. کی؟ یعنی می بچه همینجا پیشوری ما همینجا که آبیاری میکنه، یا دیقان است، پخته دیقانه ولی نمیفهمه. نمیفهمه؟ پخته دیقانه ولی نمیفهمه. راست. داویاری نمیفهمه یا نه؟ نه داویاری دیقانی نمیفهمه، مقصد خوب دیقان است ولی نمیفهمه. امی بچه امی ما گفتیم بیا قمیزی یک کمک شو، میگو میشکو یک دگروال صاحب بود برای فعلا حالی دیقانی میکنه و دگروال صاحب بس ایره کس نزدیک نمیمانه، برادر اینمی منسوخ شدگی است، حالی اینمی دیقانی میکنه. باز گفتیم قمی کمک شو، میگو میشکو امی جور باشی انجینر صاحب. چطور بود این سال بارندگی برف خو نبود، یک برفی نبود که یک درد بخوره دیگه. یک برف نشد. برای فعلا هم بارندگی خوب است دیگه، نیست بارندگی با اون سیستم نیه، بارندگی کمه خیلی.